داشتن انگیزه در زندگی چقدر تاثیرگذار است؟ انسان بی‌انگیزه در کل یک ذهن منجمد است. برای رسیدن به هدف امید مهم است یا تلاش؟ داشتن امید بهتر از تلاش است. وقتی امید باشد تلاش خود به خود میآید. پس چگونه ما دوست خود را انتخاب کنیم در زندگی؟ از کجا بشناسیم این آدم خوبه؟ زمان مشخص میکنه و عادتها، گفتار، کلام. به نام خداوند. سلام به شما بینندگان عزیز. ما در پادکستی به عبارت معروف هستیم. استادی بی نهایت عزیز را با خود داریم، کسی که حتما با سخن‌ها، صحبت‌ها، حرفاش در صفحات مجازی و دنیای اجتماعی مواجه شدید. اگر نشدید امروز حتما با صدای زیبایش و حرفایش از گفته‌هایی که میگوید هم مستفید میشوید و هم مواجه میشوید با صحبت‌های شیرینش. استاد اسدالله احسان کسی که هم برای من ارزشمند است و این را میدانم حرفایش و صحبتاش برای شما هم ارزشمند خواهد بود. استاد عزیز سلام، خوش آمدید به پادکستی به عبارت معروف. سلام و درود خدمت شما و همچنان بیننده های خوب شما. آرزوی سلامتی و تندرستی شما را و همه عزیزایی که این برنامه با ارزش را بیننده هستند دارم. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از دعوتتان. ممنون استاد عزیز از اینکه فرصت دادی و افتخار بخشیدی به پادکستی به عبارت معروف آمدی و افتخار بخشیدی چند لحظه در خدمتی مخاطبین عزیز ما باشی. خواهش میکنم. من در خدمت شما قرار دارم. داشتن انگیزه در زندگی چقدر تاثیرگذار است؟ چقدر میتواند یک جوان را به طرف مقصود برساند؟ انسان بی انگیزه که اصلا نمیتونه حرکت بکنه. انگیزه داشتن در کل به خاطر از که ما بتونیم رشد بکنیم، به اهداف خود برسیم 100% تاثیرگذار است. ما اگر بخوایم که فرض میکنیم یک گوینده خوب باشیم، انگیزش را باید داشته باشیم و در وقتی که انگیزه بود تلاش میآید، امید میآید و داشتن انگیزه در کل بسیار زیاد تاثیرگذار است و انسان بی انگیزه در کل یک ذهن منجمد است. استاد شما مربی فنی بیان هستید، با جوانان بیشتر مواجه هستید، روبروستی و از دل جوانان میدانید، از رازشان، از حرفاشان، از خاطراتشان، از بی انگیزه بودنشان. استاد چه کاری بکنیم یک جوان انگیزه بگیره، یک جوان به این باور برسد میتواند به یک جایی برسد اگر تلاش بکنه و میتواند در زندگی موفق شود؟ چه کاری برای این انسان بکنیم، برای این جوان بکنیم؟ دادن امید. اکثریت ناامیدن، به فردای بهتر از امروز باور ندارن. وقتی که کنارشون بشینید از نمیشودها میگوید، از اینکه نمیشود، مسیر طولانی است، ما مسیر را تا حدی طی کردیم ولی متاسفانه نتیجه بخش نبود. امیدی خود از دست میتن. یعنی در کل اگر ما بخوایم که به اهدافمان برسیم، در زندگی موفق باشیم و هر آن چیزی که در رویا داریم بخوایم که به آن برسیم، داشتن امید است. من شخصا اگر با جوانی مواجه شوم که در یک انزوای فکری قرار داشته باشه و دست از همه چیز برداشته باشه، دادن امید است. برایش امید میدم. در زندگی یک جوان برای رسیدن به هدف امید مهم است یا تلاش؟ امید داشته باشه خود به خود تلاش میآید. یک انسانی که امید نداشته باشه معمولا تلاش نمیکنه، که حرکت نمیکنه. چون که اگر بگی حرکت کن میگه خب نمیشود. امید داشته باشه حرکت میکنه. داشتن امید بهتر از تلاش است. وقتی امید باشه تلاش خود به خود میآید. امید خیلی خوب است. اگر در زندگی یک جوان یا از زندگی خودمون 3 واژه را حذف کنیم، موفقیت، انگیزه و هدف، پس زندگی را چگونه تصور کنیم؟ یعنی موفقیت، گزینه بعدیتان، انگیزه و هدف حذف شود. این 3 چیز در زندگی یک جوان نباشد، پس زندگی این جوان چگونه می باشه؟ کسی که انگیزه نداشته باشد، هدف نداشته باشد و امید نداشته باشد، این جوان یک جوان متحرک است و فکر نکنم که در این مقطع زمانی چون این جوانی وجود داشته باشه که نه انگیزه داشته باشه، نه هدف داشته باشه و نه حرکت بکنه. معمولا اکثریت جوانایی هم که اگر بیکارن یا اینکه
رویا دارن، حرکت نمیکنن یا انگیزیشون افت کرده، ضعیف است، اینا هم اگر درون از اینا رو مطالعه بکنید میخواهد، ولی کسی نبوده که کنارش باشه برایش بگه که امیدوار باش. یعنی میشود، تلاش بکن، زحمت بکش، اگر 10 بار افتادی باری 11 بلند شو، حتما پشت هر تاریکی روشنایی است، پشت هر شبی روز هست. استاد، یک جوان چقدر نیاز داره به یک کسی حمایتش کنه، انگیزه بده، بگه تو میرسی، تو میتوانی؟ خیلی زیاد نیاز داره. ببینید، ما میخوایم یک چیز در رابطه با سوالتان بگویم از تجربه ها. اکثریت جوانایی که بی انگیزه هستن و یعنی در کل حرکت ندارن، اینا اکثریتشان همنشین یا همراهان خوبی ندارن. داشتن همنشین و رفیق در زندگی یک جوان بسیار تاثیرگذار است. یک رفیق میتواند یک جوان را به اوج برساند و میتواند که به زمین بزند. ما یک مقوله خیلی عام داریم: اگر با ما نشینی ماه شوی، اگر با دیک نشینی سیاه شوی. هم نشینی تو از تو بیه باید، تو را عقل و دین بیفزاید. شما تجربه این را داری یک دوستی با یک همنشینی بد نشسته، زیان کرده و با یک همنشینی دیگری نشسته و اوج رسیده و به هدف خود رسیده. این تو تجربه در زندگی از دوستانتان داری؟ از ایزان زیادی این تجربه را دارم و دیدیم. همنشینی خوب میتواند که شما را انگیزه بدهد، در مسیر کارتان و در اهدافتان شما را حمایت بکند. همنشین خوب از صداقت حرف میزند، همنشین خوب پشتبان شماست، همنشین خوب در مسیر شما را همراهی میکنه، همنشین خوب در لحظه های ناامیدی برای شما امید میدهد و کنار شماست. ولی همنشینی که انسان را میتونه به زمین بزند، ما ایزان را دیدیم که دوستانی داشتن که اگر لحظه‌ای با آنها باشی ذهن شما را چنان منجمد میکنه که دیگه توان حرکت نیست. دوستی که از نمیشود میگوید، از نخواهد شد و از این جامعه چیزی ساخته نمیشود، شما به جایی نمیرسید و شما ظرفیت و توانایی این کار را دارید، دنبال یک کار دیگه برید، شما اصلا برای این کار ساخته نشدید، از اینا خودداری کنید. عدم آگاهی، کمبود معلومات، کمبود مطالعات و عدم ظرفیت علمی باعث میشه که با چنین افرادی اگر شما بنشینید و باشید، ذهن شما را منجمد میسازه و توان حرکت دیگر نیست. اگر با اشخاصی باشید که ببینید ما راحت میتوانیم انتخاب بکنیم، خب اکثریت ناخواسته خود را به داخل چاه میاندازد. خداوند برای همه ما عقل سلیم داده است، ما میتوانیم راحت انتخاب بکنیم. شما ببینید با کسی که میخواهید که دوست شوید و همنشین شوید و سیر فکریتان باید یکی باشد. اکثریت یک نویسنده است ولی همنشینی با کسی میکنه که مثلا فرض میکنیم که یک دست فروشی روی بازار است، میاد در دل خود برایز میگه که من چطور میخوام یک نویسنده شم، من میخوام یک نویسنده شم. او در ذهن خود غرق به میست که من فقط صبح بیایم شب برم یک لقمه نان پیدا کنم. اگر شما بیایید تمام سفره دل خود برازی بگویید، انتظار چی را میتونید از این داشته باشید؟ به نظر من ما در انتخاب دوستان خود باید به کسانی باشیم که سطح فکریش از ما یک درجه بالاتر باشه، خودش در زندگی موفق تر باشه، خودش روابط اجتماعیش بهتر باشه، به یک جایی رسیده باشه. ما اگر کناری از این باشیم از او الگو برداری میکنیم. مقوله خیلی خوب داریم، میگه در روزی برفی رد پای هر کسی را بگیری به آنجایی میرسی که او رسیده. پس در انتخاب همنشین خیلی باید دقت بکنیم، با هر کسی که بنشینیم خوی و بوی و عادت هم رو میگیریم، چون انسان ها هم تاثیرگذار است هم تاثیرپذیر است. پس چگونه ما دوست خود را انتخاب کنیم در زندگی؟ از کجا بشناسیم این آدم خوبه، این آدم خوب نیست، این آدم نشستن با او به نفعم است، شاید تاثیر مثبتی در زندگی ما بگذاره و این آدم شاید خوب نباشه و اگر ما با این بشینیم مثل است که با دیگ نشستم و سیاه شدم. ببینید، اول اینکه زمان مشخص میکنه و عادتها، گفتار، کلام. وقتی که ما با یک نفر پیمان دوستی بسته میکنیم و همراهی میکنیم، اون را زمان ثابت میکنه. هر روزی که میگذرد عادتهایش معلوم میشه، چه عادتهایی داره، آیا عادتهایش روی شخصیتش تاثیرات مثبت میگذارد یا منفی،
عادتهای خوب دارد یا بد. جوانی که اهل مطالعه باشد، اهل خواندن باشد، اهل تلاش باشد، امیدوار باشد و بر مبنای از که برای خودش، برای جامعهش، برای آیندهش مفید باشد، سیر فکریش بزرگ باشد و در تلاش ازی باشه که ما می‌خوایم که به قله‌های بزرگ موفقیت برسم، حالا در هر حوزه باشه، راحت معلوم میشه. ولی که جوانی که شما را میتونه به زمین بکشه، او هم معلوم میشه از گفتارش، از کلامش، از کیانه گفتنش، از اینکه تو نمیتوانی، تو برای این کار ساخته نشدی، دیگران کردن به جای نرسیدن و اینکه لحظه ها را باید طلا بدانه. جوانایی است که مثلا شما اگه بخواید بگید که من میخوایم به مسیر کاری خود میدان بتم، من میخوایم که مطالعه بکنم، من میخوایم که در اهدافی که در زندگی دارم جایگاهی خوبتر پیدا بکنم، وقت شما را کتمان میکنه، تعلل در کار شما ایجاد میکنه، فردا افکاری در کار شما ایجاد میکنه. خب معمولا طبیعی است، ما میدانیم که این خوب است یا این بد است. تلاش بکنیم که این طور دوستان را از زندگی خود حذف بکنیم و به جایش دوستانی خوب را انتخاب بکنیم که ما را حمایت بکنه، کنار ما باشه و صادقانه با ما پیش بره. استاد، یک جوان وقتی پیش ما میاد و میدونید کاملا بی‌انگیزه است، انرژی برای زندگی کردن نداره، نه هدفی در زندگی داره، نه مقصدی، اگر داره همگیش رها کرده، کاملا ناامید است. شما برای این فرد چی میگویید؟ اول اینکه هر ناامیدی یک دلیلی می داشته باشه. وقتی یک جوانی میاد کلا در یک انزوا و بحران فکری قرار داره و دیگر توانی حرکت نداره، به اصطلاح من شما دیگه افتاده، اول اینکه از باید پرسان شوه دلیل این حالت چیست؟ تا ما دلیل حالت را نفهمیم درمان نمیتونیم. حالا اگه ما بریم پیش پزشک بگیم سردردیم، دلیلش را پرسان میکنه کمخوابی است و اینکه حتما اگر کمخوابی باشه دلیل معلوم میشه. جوانی که امید خود از دست بده، انگیزه خود از دست بده و کاملا دیگر امیدی نداشته باشه، اولین قدم این است که دلیلش باید پرسان شود. زمانی که دلیل پرسیده شد، دلیل معلوم شد، بعد راههای زیادی است که بتوانیم او را امید بدهیم و کنارش باشیم، انگیزه بدهیم. دلیل مهمترین، اساس‌ترین. وقتی حرف شما رو این جوان تاثیر مثبت میگذاره، حرف شما رو قبول میکنه، انگیزه میگیره، انرژی میگیره، در همان لحظه چه احساسی می‌داشته باشه؟ احساس خیلی خوبی میتونم داشته باشم، چرا که من شخصا همواره همیشه تلاش من این است که برای جامعه خود، برای جوانان، برای عزیزانی که با ما وصل میشن، سر میخورن و صحبت ما، کلام ما باعث ازی میشه که ایشان انگیزه بگیره. این بزرگترین دستاوردی است که من میتونم داشته باشم و من هم شبانه روزی به مبنای تلاش میکنم که حرفای مفید، مؤثر تمام شود. یعنی کوتاه براتون بگم بهترین لحظه زندگی میتواند باشد اون لحظه وقتی که یک کسی حرف شما را میپذیره و انگیزه میگیره. دقیقاً بله. استاد، بعضی میگویند این کتاب‌های انگیزشی، حرف‌های انگیزشی، جملات انگیزشی انسان را تنبل میسازه. شما با چنین آدم‌ها چی گفتنی داری؟ آیا واقعاً تنبل میسازه؟ من از خود شما میپرسم. ببینید، من شما دوستانه، یک کسی میایه اصلا امید نداره به فردای بهتر از امروز. اول اینکه ما چند دقیقه با اون می نشینیم، بالاخره اما لب و لعاب دردش را استخراج میکنیم، بعد با کلمه این که می شود، خواهد شد، فردای بهتر وجود دارد، مثال های خوبی میدیم، افرادی را که موفق شدن و همچنان بر رویه هایش یکم پالایش میکنیم و دستش را میگیریم. اراده، فردای بهتر، انگیزه، موفقیت، این واژه ها به نظر شما تاثیرگذار نیست؟ بدون شک است. و کسی که ایره کتمان میکنه و روی ازی شال میندازه، در کل او خودش باید درمان شوه. اون نیاز به این داره که درمان شوه. او خود از او جوان در حالتی است که باور خود از دست داده، امید خود از دست داده و توصیه من این است که برنامه‌های آموزشی، انگیزشی ببینن و در هر مقطعی از برنامه‌های زندگیش اگر مشکلی هست و ناامیدی وجود داره، نمیشودی وجود داره، راه حلی وجود داره. استاد، یک جوان کاملا ناامید است، وقتی میاد پیش استاد انگیزه میده، انرژی میگیره و کاملا سر حال میشه.
وقتی میرود به خانه یا میرود در یک جای آرام میشینه، خب فکر میکنه، میگه خب من امید گرفتم به زندگی ولی ابزارش ندارم. میخواد ازدواج کنه، پول نداره. میخواد جای سفر کنه، پولش نداره. پس این انگیزه دوباره از بین نمیره. ببینید، یک جوان اگر بخواید شروع کنه میتواند از صفر شروع کند. مهم اراده است. حالا من مثال میدم. یک نفر میخواد، شما گفتین ازدواج. حالا من مثال میدم، یک نفر میخواد که فرض میکنیم یک گوینده خیلی خوب شود. درست است؟ ولی نه کمره‌ای داره، نه مایکی داره، هیچ چیزی امکاناتی وجود نداره که وارد این حرفه شود و پولی رم نداره که از او استفاده بکنه و فرض میکنیم روابط اجتماعی خوبم نداره که کسی برای کمکی بکنه. و اینجا چی کار باید بکنه؟ مشکل نیست. ببینید، هر کسی که به یک جایگاهی میرسه شاید از بدتر از این حالت شروع کرده باشه. این باعث نمیشه که ما در انتظار از این باشیم که زندگی ما بهتر شود، خوبتر شود و بالاخره ما امکانات خوب پیدا بکنیم تا بتونیم کار را شروع بکنیم. اگر امکانات میای، از تلاش میای، از زحمت میای. وقتی شما حرکت بکنید، مسیر خود به خود هموار می شود. از کمتر شروع میکنیم. از کمتر. فرض میکنیم ما میم جلوی آینه می ایستیم، با خود تمرین میکنیم. آهسته آهسته فصاحت ما، گفتار ما، کلام ما بهتر میشه. برنامه ها رو میبینیم. اگر فرض میکنیم گوشی هم نداشته باشه، تلویزیون وجود داره، میتونه ببینه، یاد بگیره، تمرین کنه، دیگر گوینده ها رو الگو برداری کنه. آهسته آهسته مسیر را که ادامه بدهد، بالاخره میتواند که ابزارش را از کم شروع بکنه و آهسته آهسته تا 1 سال 6 ماه میتونه بس جای برسه. بله. خواستن توانستن است. قربان استاد، یک وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. بینندای عزیز، دوباره خوش آمدید به ادامه پادکستی به عبارت معروف. استاد عزیز را هنوز با خود داریم. استاد عزیز، در زندگی برای تاثیرگذاری بالای دیگران، بالای یک جوان، برای اینکه انگیزه خوب برش بده، فن بیان مهم است یا اون حرف و جمله که گفته میشه؟ هر دو به هم پیوسته است. چگونه؟ یعنی بعضی وقت اگر ما مهارت گفتارمون درست نباشه، ما نمیتوانیم آن چیزی که در دل داریم بتونیم به طرف بفهمانیم. پس قدرت کلامی مهم است، یعنی تاثیرگذار است. اگر ما مهارت گفتارمون درست نباشد و قدرت کلامی ما ضعیف باشد، ما نمیتوانیم آن چیزی را که بخوایم به طور درستش انتقال بدهیم، نمیتوانیم، ضعیف انتقال میدهیم. قدرت کلامی به مراتب بهتر است. ما اگر بخوایم که یک گوینده باشیم و یک حداقل کسی باشیم که ما برای دیگران میخوایم امید بدهیم، کلامی، قدرت گفتار و کلام خیلی تاثیرگذار است. در رابطه با سوال شما، یعنی فرض میکنیم یک نفر اگر بخواد به کسی انگیزه بده، اگر قدرت کلامی نداشته باشه، چون بعضی از برنامه‌های انگیزشی طوری است که باید با قدرت و جذبه و هیبت گفته بشه، بعضی از خیلی باید با نرمی و لطافت گفته بشه. حالتها فرق میکنه. اینجا مهارت کلام نیاز است. پس مهارت کلام در اولویت هر گوینده قرار داره، برای اینکه بالای دیگران، بالای مخاطب تاثیر بیشتر گذاره. شیوه گفتار، در کجا چطور باید صحبت بکنه و هر موضوعی را که رویش صحبت میکنه موضوع قدرت داره. موضوع باید تون گفته بشه، بلند گفته بشه. مثلا برنامه‌های انگیزشی است، با امید، با انگیزه صحبت میکنه. برنامه‌ای است که در او واژه‌ها با لطایف باید برخورد بشه. یعنی قدرت کلامی خیلی تاثیرگذار است. کلام میتواند که شما را قناعت بده، کلام میتونه شما را بفهمونه. اگر ما قدرت کلامی نداشته باشیم، چطور میتونیم طرف را قناعت بدیم، بفهمونیم، به او انگیزه بدهیم؟ پس خیلی تاثیرات مثبت داره. استاد، سخنرانانی عالی، کسانی که صدها نفر حرفاشون را میشنون، هر چیزی را خود اینا میگن برای جوانا، برای اینکه انگیزه بگیرن، خودشون این کارا را انجام میدن، به حرف خود باور دارن. خب دسته‌های مختلف است. شخصا خود من از خود میگم، حالا هر کس بود فکریش فرق میکنه. من شخصا هر آن چیزی را که میگم باورمند است. یعنی زمانی که
آنچه که از دل آید بر دل نشیند. هر کسی که هر چیزی را میگه اگر به گفتارش به کلامش باور نداشته باشه او مطمئنا تأثیرم نداره. و نمیگم که در کل کسی هستم که همه چیزایی را که من تولید میکنم یا میگم به او عمل میکنم، ولی تا حد ممکن اراده من این است که هر آن چیزی را میگم به او باید خودم شخصا عمل بکنم و به هر گفتارم باور دارم. انسان که به موضوعی را که ارائه میکنه به او باورمند باشه 100% به مخاطبم تاثیرگذار است. چند وقت پیش یک یادداشت را خواندم، ترجمه شده بود از یک نویسنده عرب و این نویسنده اتفاقا کسی بود در جنوب غزه زندگی میکرد و بیشتر مربی فنی بیان بوده برای جوانا که در مورد دین اسلام همین مسائل و گونه انگیزشی صحبت میکرد. بعد اون دسته‌بندی کرده بود، میگفت چند گونه سخنران وجود داره و یک گونه کسانی است که سخنران‌های بی‌نهایت عالی هستند. حرف وقتی میزنن طرف مجذوب میشه، طرف فکر میکنه یک کسی با یک عبارات یا با یک شیوه جادویی صحبت داره، کاملا میره و زیر حرف باورمند میشه به حرفش. ولی میگوید معمولا همین گونه آدم‌های بدی اند. استاد شما با این باور هستید سخنران‌های عالی انسان‌های بدی باشن؟ خب من قبلا هم براتون گفتم در رابطه با این سوال، طرز دیدگاه هر کسی فرق میکنه، تجربه هایش فرق میکنه و سبک زندگی هر سخنران یا هر کسی که سخنرانی میکنه فرق میکنه. در کل من آدم خیلی نرمی هستم و هر آن چیزی را که میگم کلا اگر شما متوجه شده باشید، برنامه ها رو دیده باشید، من اکثریت برنامه‌هایم برگرفته از کتاب ها نیست که منبع‌های مختلف استخراج کنم، دوباره بازسازی کنم، ترمیم کنم و او را ارائه بکنم. مطالعات خود دارم ولی بیشترین تولیدات من آنچه که میبینم به سرگذشت هر جوانی است که با او بودیم، دیدیم و آنچه را که خودم سپری کردیم از درد، از رنج و از گذشته هایی که با او آسیب هایی را که بوده از او درس گرفتیم و او را دوباره در قالب سخن بیانش کردیم. و کل انسان هایی که سخنرانانی که از بطن درد و از سختی ها و از مشکلات میایه به پختگی و بالندگی میرسه و کم کم رشد میکنه و به این باور میرسه که آنچه که ما دیدیم، درس گرفتیم، پخته شدیم، داغ شدیم و دوباره بازگو میکنن که دیگران اگر در این مسیر هستن از این مسیر درس بگیرن و مسیر درست‌تر انتخاب بکنن و تلاش میکنن که انگیزه بدهن. معمولا اینا انسان‌های خوبی هستند، انسان‌هایی هستند که از دل سختی آمدن بیرون و همواره تلاش میکنن که دیگران را هم دستش را بگیرن. سبک ها فرق میکنه، ذهن ها فرق میکنه. من در کل شخصا خودم به این باور هستم، انسان های درونگرا و انسان هایی که همیشه تلاش میکنن که اگر خودشان غمگینن دیگران را امید بدهن، اینا انسان های خوبی هستن، اینا انسان های دل نازک هستن، اینا انسان های صادقی هستن و بودن کنار اینا مطمئنن که انسان را به یک تأثیرات به مراتب مثبت دارد و همچنان بودن کنار چنین اشخاصی روی ذهنیتش، روی افکار هر جوانی که دنبال کنن، فالو کنن یا کنارشون باشن تأثیرات مثبت دارد. استاد اگر بخواهیم بالای یک جوان حرفمان بیشتر تأثیر بگذاره، بیشتر از تجربه خود بگیم براش یا از کتابا نقل قول کنیم در مورد انگیزه، امید، امیدواری، رسیدن، این مسائل؟ هر دو تأثیرات خود را داره. ببینید بیشتر از تجربه های شخصی. حالا من روی این صحبت میکنم. هر دو تأثیرات خود را داره جناب استاد. چرا؟ چون کتاب هم برگرفته از تجربه ها بوده. بزرگانی بودن که مشکلات را سپری کردن، از دل مشکلات آمدن بیرون و از متن‌ها و برنامه‌هایی را طراحی کردن که تا دیگران او را ببینن، مطالعه کنن، بخوانن و از او درس بگیرن و اون مسیری که درست راسته برن و مسیری که اشتباه، چالش‌هایش هم به مراتب با لب و لعابش مطرح شده. ولی در زمانی که با کسی مواجه میشیم بهترین کار این است که از نقل قول کردن که از تجربه‌های خود برش بگی. تاثیرش بیشتر 100% فرض میکنه ببینید یک نفر با شما مواجه میشه و خیلی ناامید است و در سختی و در انزوا قرار داره. شما سختی های خود میگید ببین عزیز من مشکلات خود را داشتم، از گذشته خود برایش ارائه میکنید، نکات خیلی تاثیرگذاره که خود شما در امو جایگاهی بودید که احساس میکنید که فعلا همین فرد قرار داره، برایش حکایت میکنید
و دوباره بازگو میکنید، از آخر میگیرید به اول میایید. حالا میگید در جای هستم که الحمدلله دارم یک برنامه پادکست رو پیش میبرم. یعنی میشود. ناامید نباشید. بیشتر انگیزه بدیم. بله. با استفاده از تجربه خود، بله. خاطرهای خود. و حتی گفته میتوانیم که سختی ها باعث از این نشده که من کلن همه چیز بگذارم کنار. سختی ها باعث شد درس بگیرم، پخته شوم، مثل که آهن میبرید داخل آتش دیگه هم پخته تر میشه، چکش میزنه دیگه هم قایم تر میشه. درس گرفتم، پخته شدم، امروز به اینجا رسیدم. میشه من که تانستم تو هم میتونی. مسیر اگر فرق میکنه، روشش فرق میکنه، فرق نمیکنه. شما میتونید که با همون روش به طور دیگه برید، فرق نمیکنه. استاد یک کسی شاگرد جوان پیش ما میآید، انگیزه میگیره، امید میگیره و با زندگی هم به آینده هم امیدوار میشه. فردا روز این آدم مشهورتر از شما میشود، برنده تر از شما میشود. در این لحظه شما بیشتر حسادت میکنید و نسبت به این آدم یا لذت میبرید؟ در شکی نیست که من لذت میبرم. ببینید، اول اینکه من و شما الله متعال از این دردی که درمان نداره، خیلی دردی بدی است، درمان داره البته خیلی سخت است، اکثریت که به حسادت مواجه میشن، الله متعال من و شما را از این بیماری دور داشته باشم. در این شکی نیست که من افتخار میکنم و بیگانه باشد من افتخار میکنم. هر جوان افغان که در هر حوزه‌ای هست تلاش میکنه که در مسیر خودش مفیدیت ایجاد بکنه، کاری مفید انجام بده که به نفع خودش، خانوادهش و جامعهش باشه. من افتخار میکنم، شما افتخار میکنید. ولی در حوزه کاری ما اگر از دست شما، از زیر دست شما بیرون میایه، یک گوینده خیلی خوب میشه، کنار من هست، از من موفق تر میشه، من افتخار میکنم. حالا او بدانه یا ندانه، یا قدر بکنه یا نکنه، من افتخار خودم میکنم. استاد، یک استادی یا کسی که مربی فنی بیان است، خودش در زندگی روزگار خوشی را ندیده، درونش به قول آمد داغ است، داغ انداخته از دست درد، شدت درد و این مسائل، ولی بالا می شود در یک جایی که برای دیگران سخنرانی می کند، حرف می زند از پیشرفت، رشد، رسیدن، دیگران هم انگیزه می گیرد. در واقع این انسان نقش بازی می کنه. ببینید، ما نمیتونیم که ذهن هر کس قبل از اینکه با او مدتی باشیم یا زندگی بکنیم درون ذهنش و دلش باز کنیم ببینیم چی از هدف این. ولی ما میتونیم که از بک‌گراندش و از دستاوردهایش زندگی طرف را مطالعه بکنیم. اکثریت ها را اگر ببینیم که خودش در زندگی موفق نیست ولی میای از موفقیت حرف میزنه، خب کارش تحسین میکنیم. حداقل راه و روش را به دیگران میگه و مطمئنن که خودش هم در این مسیر تا حد ممکن نهایتاً تلاش خود را میکنه. ولی اگر کسی در زندگی خود ببینیم که چطوری خودش موفق است نیست، بک‌گراندش راحت میتونیم ببینیم. کسی که خودش در زندگی موفق باشه و بخواد که آنچه که خودش داشته و تجربه کرده به دیگران داره میاد به قول شما روی مو استیج یا هر جایی که است ارائه میکنه، خب این هم کاری نیکی میکنه. در کل هر دو کاتگوری کار خوبی است، ولی مسیرش مهم است. هدف این است که میخواد رسالتش همی است و درک کرده که رسالت من این است که امید، انگیزه، باورهای مثبت، فکر مثبت و آن چیزی که تاثیرات مثبت برای روی فکر هر جوان میگذاره ما میخوایم انتقال بدیم، کاری نیکی است. شاید ممکن است طرف در زندگی خود مشکلات خود داشته باشه، آسیب‌های خود داشته باشه، مشکل اقتصادی خود داشته باشه، کمبود خیلی از چیزهایی که باعث از این میشه که مسیرش را قوی تر، پخته تر بکنه داشته باشه. مهم نیست، مهم این است که اون میاد داره تلاش میکنه با رسالتش که صادقانه که من مفید باشم. پس این مهم است. ما زندگی او را کار نداریم، ما تعریفی که اون میاد از موفقیت میکنه و تلاش میکنه که سخنهایش اثرگذار باشه، همون را استخراج کنیم، بگیریم، ما مرچیم به زندگی خود او را پیاده بکنیم و از استفاده بکنیم. یک استاد را ما میشناسم، در صفحات اجتماعی هم بیشتر از تقریبا 7-8 کتابی انگیزشی نوشته کرده. سال یک تا می نویسه، نشر میکنه، چاپ میکنه، ولی از بخت بدی روزگارش بگم، هر چیزی که بگیم صدها مشکلات داره. از نگاه اقتصادی حتی جایی میخواد بره برنامه کتابش از کسی پول قرض میکنه میرود. من یک روز پیام گذاشتم، گفتم استاد شما 6 کتاب نوشتی، دیگران را انگیزه میدی برای رشد، برای زندگی کردن، برای آرامش را یافتن، ولی خود شما آرامش نداری، خود شما
پول درست نداره، خود شما زندگی درست نداره، این کار چرا میکنه؟ چی سودی به شما داره؟ در حالی من میفهمم سودی هم ظاهرا نداره، از دیگران پول میگیری تا کتاب رونمایی بشه. جواب اونا برای من بسیار جالب بود. گفت همین که یک جوان کتاب را میخوانه انگیزه میگیره، همین کافی است. همین گفت سرمایه است. ظاهرا برای من خیلی جالب بود. گفتین این حرفی که دیگران از میآموزن میخوانن بزرگترین سرمایه است که نصیب من شده، ولی من دیگر چیزی در زندگی فرق نمی‌کنه. من می‌لازم کوتاه براتون بگم، روی موضوع صحبت کردیم. یعنی یکی خو هدف این است که رسالت همین است، تلاش همه ما من و شما داریم تلاش میکنیم به اندازه توان خود که برای جامعه خود، برای جوان خود مفید باشیم. اینکه کتابی نوشتن و همون کتاب خوانده میشه، یک جوانی انگیزه میگیره، این بزرگترین دستاورد برای یک نویسنده میتونه باشه. ولی در پهلوی از اکثریت عزیزان و همراهان و کسانی که در این مسیر هستن یا در هر مسیری کاریشون، به نظر من یک کار دیگه میتونن انجام بدن. یعنی تمام فکر خود و تمام قوت ذهنی خود و انرژی خود روی یک کار انداختن کار درست نیست. یعنی ما خودمون نیاز داریم که آرامش داشته باشیم، سهولت داشته باشیم، راحتی داشته باشیم. ما میتونیم یک برنامه‌ریزی دقیق به زندگی خود باید داشته باشیم، یک نظم داشته باشیم. تعادل را باید حفظ کنیم بین کار، خانواده و زندگی و روابط اجتماعی خود. اکثریت ببینید جای افسوس است. با این استعداد که مثلا فرض میکنیم شبیه ازی شاید ما هزارها نفر دیگه داشته باشیم که مقاله های خوب نوشتن، کتاب های خوب نوشتن، ولی دوچاری همین مشکلات ممکن است باشد. یعنی اینا تمام ذهن خود، تمرکز خود گذاشتن روی یک بعد از زندگی، مدیریت درستی در زندگی نداره. بله. انسان وقتی که به یک کار میخواد شروع بکنه، اول تهداب را محکم با برنامه‌ریزی دقیق که تعادل را بتونه حفظ کنه، هم به خانه برسه، هم به کارش برسه و روتین زندگی خود طوری تنظیم بکنه که در او بتونه به یک سهولت برسه. خواستن توانستن است. حالا اگر ما کل فکر و ذهن بیایم روی یک چیز بندازیم، روی مشکلات اقتصادی خود تمرکز نداشته باشیم، روی یک منبع عواید تمرکز نداشته باشیم، برای خود یک کاری نسازیم که بالاخره از اون ما بتونیم یک منبع عواید داشته باشیم، یک کار سالم و بتونیم که از او هم مدیریت حرفه‌ای خود پیش ببریم و هم به مو حالت روح و روان و تفریح و برنامه‌ریزی خانوادگی خود برسیم، بعد ما دوچار مشکل میشیم که شما فعلا حکایت کردید. و وقتی که ما از ابتدا این مدیریت را نکنیم جناب استاد و در زمانی برسیم که تمام علم ما و مهارت ما خلاصه میشه به یک کتاب و او کتاب را به خاطر از اینکه به دست قرار بدیم نیاز به این داریم که از دوست و عزیزی پول بگیریم. حالا طرف اگر انسانی خوبی باشد با لحن خوب بدهد خوب، اگر با خیلی هسته که با تحقیر و کنایه میدهد، این دیگه دردیست که وارد میشود. بعد اگر بخوایم دوباره شروع کنیم خیلی سخت هم است، چرا که از اول از ابتدا ما نظم و مدیریت درست نداریم. اکثریت که دوچار این حالت میشود دلیلش این است که نظم و مدیریت درست از ابتدا در روابط اجتماعی، فرهنگی، کاری و همچنان زندگی خود نداشتد. اگر داشته ضعیف بوده، اگر داشته با برنامه ریزی دقیق نبوده. توصیه من این است که از ابتدا در تمام حرفه‌ای که ما میخوایم قدم برداریم یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. در طول هفته، از اول هفته تا آخر هفته چه کار باید بکنیم. شخصا ما خودم وقتی زمانی که اول هفته میشن تمام برنامه‌های ما بسته بندی شدگی است. من از شنبه تا پنجشنبه چه کار بکنم، الا که در وسط هفته کاری دوباره اگر مثلا یک کاری تازه و جدید آپدیت میشه با یک برنامه ریزی دارم منظم. باور کنید که هم لذت زیاد داره، هم آسایش فکری داره، هم منظم. شما منظم میدونید که من چه کار کنم. مدیریت چیز خوب است، خیلی خوب است. انضباط انسان میتونه موفق تر بکنه. انسانی که اعمال کار باشه، تعلل داشته باشه، فردایش معلوم نباشه، صبح از خواب بلند میشه نیاز است که بیاد یک برنامه، عاجل یک کار دیگه براش پیدا میشه میره به اون کار. کسی که در زندگی خود مدیری درست باشه میتواند کارش با انگیزه تر انجام بده. کسی که در زندگی خود مدیری درست باشه میتونه یک رهبری درست باشه در آینده. آیا پول میتونه انگیزه ایجاد کنه؟ خب ببینید، پول هم میتواند که انگیزه ایجاد بکند،
چیزی خیلی خوبی است. کی میگه پول بد است؟ پول میتواند که خیلی چیزها را که ما نیاز داریم رفع بسازه. پول میتواند که، ولی استفادهش درست است. استفاده درست از پول. انگیزه داشتن بستگی اگر دقیق بگیم به پول است نیست. انگیزه یک مهارت است که ما میتونیم را کسب بکنیم. انگیزه چیزی است که ما باید با همنشینی خوب، یعنی همنشینی خوب میتونه به تو انگیزه بده، دوستی خوب میتونه به تو انگیزه بده، همراهی خوب میتونه به تو انگیزه بده، خانواده‌ای خوب میتونه به تو انگیزه بده. انگیزه از اینجا شکل میگیره. انگیزه از باورهای خوب شکل میگیره، از پول نمیگیره. پول وسیله میشه که تا تو انگیزه تا بولتر بکنی، قوی‌تر بکنی و اون مسیر بهتر تو ادامه بدهی. ولی پول هم چیزی خوبی است. حالا پول داشته باشه انسان، خیلی کسایی که پول داره اعتماد به نفس خوبی هم داره. استاد، آدمایی که بیشتر روانشناس هستن، مربی فنی بیان هستن، برای دیگران از رسیدن به مقصد صحبت میکنن، جملات انگیزشی بیشتر میگن. زندگی اینها چگونه است؟ خب اینم یک زندگی معمولی داره مثل من و شما. اکثریت خوب است، اکثریت بد است، اکثریت جای بالا داره. هر کس زندگی خود داره. من شخصا خودم یک زندگی متوسط دارم. بیشتر با انرژی هستن. معمولا بیشتر با من شخصا خود کارم داره. دیگران رو من قضاوت نمیکنم. یک استاد میشه که بی انگیزه باشه، یک استاد میشه که از لحاظ مالی توان مالی ضعیف باشه. هر کس در زندگی خود چالش‌های خود داره. من شخصا انسانی هستم که زندگی متوسط است و همیشه با انگیزه هستم. اگر من بی انگیزه باشم، خودم انگیزه نداشته باشم، چطور بتونم دیگر انگیزه بدم؟ من همیشه تلاش میکنم انسانی با انگیزه باشم. چطور میتونم با انگیزه باشم؟ همنشینای خوب دارم، دوستان خیلی خوبی دارم کنار من هستن، الحمدلله. اگر اینطور نیست که هیچ وقتی نشه که من بی انگیزه شوم. گاهی میشه که فشارهای زندگی، مشکلاتایی هست که آدم میبینه انسان را گاهی یک دفعه‌ای استاپ میکنه. ولی خوشبختانه دوستان دارم که میاد تکان میده، میگه آقای انسان امیدوار باش. گذشته رو من نشون میده کی بودی، دستاوردها رو برای من نشون میده. ببینید دوباره میتونم انگیزه بگیرم. انسان هر زمانی که دوچار از این میشه که یک دفعه استاپ شه، سکوت کنه، نفس عمیق بگیره، بعد به دستاوردهایش نگاه کنه، به کارکردهایش نگاه کنه، به گذشتهش نگاه کنه. آقا من کی بودم، فعلا چی هستم. اینا میتونه که بیشتر تو رو بولتر کنه، خوبتر کنه. استاد، در زندگی شما وقتی به گذشته پرتاب میشی، مواجه میشی، چی چیزی تغییر کرده؟ از نگاه فکر، از نگاهی بعضی چیزایی که در زندگی فعلا داری، چه تغییراتی آمده؟ خب تغییرات زیاد آمده. مثلا به طور مثال بگویم همین برنامه شما بزرگترین تغییر است در زندگی ما آمده. یعنی نتیجه تلاش، زحمت، تلاش پیوسته. یعنی اگر دویدیم، خسته شدیم، دوباره ادامه دادیم. تغییرش همین برنامه شماست. مسیر همین برنامه به عبارت معروف، یعنی نتیجه زحمتی بوده که امروز شما لطف کردین، بزرگی کردین، حرمت قائل شدین، برای اینجا خواستید. چرا؟ نتیجه همون زحمات است، تغییر است. امروز شما در یک جایگاه قرار دارید، ده ها جوان مشتاق سخنرانی شما، صحبت‌های شما را میشنوه، ازش استفاده میکنه. چگونه شما به اینجا رسیدید؟ چه خاطراتی تلخی را پشت سر گذاشتید؟ چگونه رسیدم یا خاطرات تلخ بگم؟ استاد خب از رسیدن خب مسیرهای زیادی را پیمودیم، مشکلات زیادی را دیدیم. به شما تلخترینش را بگم، شیرینترینش را بگم، سختترینش را بگویم، کدامش را بگویم؟ من در خدمت شما هستم. استاد از تلخترین شروع کنیم. خب برای اینکه چیزهای تلخ در زندگی یک نقطه دارن، همیشه می باشن. تلخترینشی بوده که زمانی که پا گذاشتم به شروع تولید محتوا، یعنی آن چیزی که در ذهن داشتم و آن چیزی که در دل داشتم و آن چیزی که با عزیزان و دوستان، خودی بیگانه، با هر کسی که مواجه شدم، از اونا از زندگیشان درس‌هایی را گرفتم، لب الآبی را گرفتم، استخراج کردم و می‌خواستم رو بازگو کنم برای اینکه خودم حداقل با گفتنم آرامش پیدا کنم و دیگران یکم بهتر شوم. بزرگترین مشکلی را که من در این مسیر مواجه شدم مشکلات اقتصادی بوده، کمبود امکانات بوده و حتی
دوستانی را هم داشتم که نمیخواستن که من این مسیر را ادامه بدم. دوستانی را هم کنار خود داشتم که همواره بر مبنای ازی تلاش میکردن که ای را ناامید بسازیم. استاد نباید این مسیر را ادامه بده. تو نمیتوانی های زیاد شنیدیم. تو برای این کار ساخته نشدی زیاد شنیدیم. اصلا اگر تو بخوای شروع بکنی دیده نمیشی، کسی حرفی تو را گوش نمیکنه. زیاد شنیدیم. ابزارهایی را ساختن که ما کلن باید ناامید شوم دیدیم. اما یگانه چیزی که باعث شده که امروز در برنامه شما باشم، یعنی این نتیجه تغییر هست، امید بوده. امید به زندگی برسیدن. بله، امید بوده. امید داشتیم به فردای بهتر از امروز. امید داشتیم. به این امید داشتیم که پشت هر تاریکی روشنایی است، پشت هر سختی آسایش است. ادامه دادیم. حتی شما باور کنید که کسی که برنامه‌های مرا می‌بینه، حالا صحبت‌های مرا می‌بینه، حالا میگه چقدر آدم به جا رسیده است. ببینید چیزی نیستیم. بسیار به سختی آمدیم. وقتی ما در حد شدیم که امروز مهمان برنامه شما هستیم، افتخارم میکنیم که شما لطف کردین در این برنامه ما را خواستید. برنامه خیلی بزرگی است، در سطح کشور و جهان میبینه. یعنی امید داشتیم به اینجا رسیدیم. هر جوانی که برنامه را میبینه امید داشته باشید. امید شما را میتوانه به تمام خواسته هایتان برسانه. ببینید، من شخصا ببینید از نمیشودها شنیدیم، تو نمیتوانی شنیدیم، تو برای این کار ساخته نشدی شنیدیم، حتی گفتن تو سوادی کافی نداری برای این کار نیست. ولی شما با این وجود، با وجود این چالش‌های ادامه دادی به اینجا رسیدید. هر کی میل دیدن دارد در سخن بیند مرا. یک وقفه کوتاه میگیریم استاد، دوباره برمیگردیم و قصه خود ادامه میدیم. بینندگان عزیز، خوش آمدید به ادامه پادکستی به عبارت معروف. استاد عزیز، شیرین ترین خاطره که در زندگی داشتید چی بوده؟ خاطره های شیرین راست بگویم زیاد دارم و یک خاطره متفاوت تر از همه خاطره و یک دوست خاطره تر. باید فکر کنم که شما گفتین خاطره شیرین تر از همه خاطره ها. حالا باید من بازسازی کنم، ای برابر کنم کدامش بهتره که برای شما را ارائه کنم. خوبترین خاطریم هم نشینم بوده. یک دوستی دارم، بسیار یک دوست خوب است. گفتم قبلا هم که من شخصا خودم اگر میایم امید به دیگران برنامه تولید میکنم، به دیگران امید میدم، گاهی خودم هم شخصا در ناامیدی قرار میگیرم بنا به دلایل مختلفی از زندگی. و شیرین خاطره من این است که یک دوست خیلی خوب دارم، همیشه که در بدترین حالت زندگی قرار بگیرم این سبز میشه، پیدا میشه و تلاش میکنه همواره همیشه از مسیرهای مختلف، از روشهای مختلف دوباره بفهمونه که استاد ادامه بده، استاپ نشو. و شیرین خاطره اینجاست که یک روزی من احساس ناراحتی و خستگی داشتم بنا به دلایل مختلفی. حالا نمیخوایم دلیلش اینجا بگویم بر شما، ولی کلا گرفته بودم اگر شما هم در اون لحظه مرا میدیدید احساس میکردید که جز از ناامیدترین افراد شاید باشم. اینا آمدن، یعنی تلاش کردن با حرکات مختلف. حتی کسی که در تمام عمر زندگیش با معذرت یعنی حرکات تمثیلی نکرده بود، به من حرکات تمثیلی میکرد که استاد شما دوباره بخندید، خوشحال باشید. یعنی در بدترین شرایط همیشه اگر من قرار گرفتیم خوشترین خاطریم دوستم بوده که همیشه همواره همراهش خاطرات شیرین دارم و همیشه و همواره تلاش میکنه که مرا بخندونه، خوشحال نگاه کنه، به من انرژی بده و خداوند عمرش همواره و همیشه سبز داشته باشم. اگه برنامه رو میبینه همیشه دعاگویش هستیم. واقعا دوستی بسیار شیرینی داری استاد، دوست گلی. الیف شافاق یکی از نویسنده‌های بسیار مشهور است در جهان. ملت عشق و چلقانون عشق کتابی را که نوشته بیشتر مخاطب افغانستانی هم میخوانه و شاید از نویسنده‌های درجه اول در افغانستان هم باشد، از اینکه کتابش بیشتر خوانده میشه. و
از او یک جای میپرسن، یک سوال کننده سوال میکنه، میگه شیرین ترین خاطره زندگی چی است؟ میگه داشتن یک دوست. میگه خب چطور دوست است؟ میگه حضور همو دوست برای من خاطره است. طوری که شما گفته چنین یک دوستی عزیزی بزرگی دارید. میگه همین که کناری من هست، من احساس میکنم کسی هستم، من احساس میکنم برنده هستم، میتوانم بنویسم، میتوانم هر کاری انجام. راست میگن. شما باور کنید من قبلا در شروع برنامه‌ام گفتم عزیزانی که میخواه پیشرفت بکنه، امید پیدا کنه، انگیزه پیدا کنه، موفق شوه، همنشین به مراتب خیلی تاثیرگذار است. یعنی همنشین تو رو میتونه به سطح و سطوحی از قله‌های موفقیت برسانه. همنشین، دوست خوب. از 1000 تا دوست بی کیفیت 1 تا دوستی با کیفیت خوب است. ما دوستان زیاد در زندگی داریم، مثل فصل است، میاد و میرود، فصلی است. ولی دوستی که در هر شرایط از زندگی، در داری شما، در نداری شما، در خفگی شما، در خوشی شما، کنار شما بود، قدر زور بدانید. و دوست میتواند که در کل، در تمام زندگی، در تمام روتین زندگی برای شما خاطره خوب باشه. دوست خوب میتواند آدم را برساند. انرژی بده. حالا این دوست ما ممکن است برنامه شما رو ببینه، قلباً ازش سپاسگزاری میکنم که همواره و همیشه کنار ما بوده. سهراب عزیز، ازشون تشکری میکنم. امیدوار هستم برنامه رو ببینه، حتما میبینه دوست خوب و چنین دوستی وقتی دارید. اینا من باورمند هستم برنامه شما، هر برنامه شما رو میبینه و نکته خوب همیشه براتون میگه که استاد بزرگواری وقتی از یک دوست انرژی میگیره، این برای ما خودش واقعا خود همین کار، همین عمل، همین طور داشتن دوست، قصه از این دوست انگیزه بخشه. بله. برای آدم بسیار چیزا انگیزه حتی میده. یک چیز بگویم شاید که به برنامه شما خیلی تاثیرگذار باشه. همین لحظه که در مورد دوست خوب داریم صحبت میکنیم، یعنی صادقانه میگم طی 1 دقیقه که گذشت دیگه هم شارژ شدم، انرژی من بیشتر شد. حالا من میتونم که ساعت‌های دیگه هم با شما باشم، مشکلی نیست. این خودش یک انگیزه است. استاد، یک شکستی که در زندگی شما اتفاق افتاده باشه، به عنوان نقطه سیاه همیشه با شما بوده باشه و امروز هم اگر با آن شکست فکر کنی یک لبخندی تلخی بزنی، چی شکستی بوده؟ هر کسی در زندگیش مطمئن هستم که همینطور یک سوالی را که شما کردید را تجربه کرده. این مطمئن هستم، حتی خود شما، حتی کسایی که در اتاق فرمان هستند، حتی کسایی که میبینن، همه دارد بالاخره یک دردی داره که او میمانه. شکستی هم که ما دیدیم از دوست دیدیم، موفقیتی هم که رسیدیم از دوست دیدیم. دوست قبلا به شما گفتم. و جالبش اینجاست که در این برنامه شما میگم وقتی که به اون نقطه سیاه فکر میکنم انرژی میگیرم، نه اینکه ناراحت شوم. چرا؟ چون کسی را که ازش آسیب دیدیم و نقاب گوسفند داشت ولی در درون گرگی بوده، امروز او هنوزم در همون روتین زندگی خود قرار داره. انسان‌هایی که تلاش میکنن که مضر باشن، تلاش میکنن که ضرر برسانن به دیگران و حسادت دارن، اینو معمولاً به زندگی خود فکر نمیکنن. اینو سرشان به زندگی دیگران است و عمرشان همین قسمی تلف میشه، عمرشان همه قسم ضایع میشه و همیشه در یک روتین زندگی قرار دارن. صبح از خواب بلند میشن، یک کار نیمه کاره دارن، شب دوباره میره خانه، خواب میشن و خواب میشن، سرش به زندگی دیگران است. بزرگترین شکست هم از همین تو یک دوست خوردیم که همواره همیشه بودیم کنارشان، تا حد ممکن تلاش کردیم مفید باشیم و همواره هنوزم که هنوز هست با معذرت تلاش میکنیم که مفید باشیم برایشان. یعنی کینه به دل نداریم، ولی ضربه یک دیدیم نقطه سیاه نیست، نقطه هست که از اونجا شروع کردیم بهتر شدیم، از اون نقطه سیاه شروع کردیم عالی تر شدیم و تلاش میکنیم از این بهترم شویم. چرا این حرفا رو میزنم؟ عزیزانی که این برنامه رو میبینن، ببینید اگر شما آسیب میبینید، اگر شما خیانت میشه برای شما، از اعتماد شما سوء استفاده میشه، به شما ضرری وارد میشه و او ضرر باعث ازی میشه که شما دیگه توان حرکت نداشته باشید، ناامیدی غلبه کنه به زندگی شما،
نه. از اون لحظه شما انرژی بگیرید، بگید خوب شد که این حذف شد و اشتباهاتی را که در گذشته انجام دادید را انجام ندهید. مسیرتان را عوض کنید، قدرتمند شوید، با اراده شوید، با اراده فولادین. من میتوانم، قوی‌تر میشوم، بهتر میشوم. بگذار ببیند، حسرت بخورد که ای کاش من کنار از این میبودم تا من در این سطح و سطوح زندگی میرسیدم. انسان هایی که حسودن جناب استاد، حسرت میخورن و سرشان به زندگی دیگرانن و تلاش میکنن که مضر باشن، اینا به هیچ جایگاهی نمیرسن، چون اینا در یک انزوای فکری، یک بدبختی فکری قرار دارن. و ما هم باید از تمام مراحل زندگی، چه خطا چه اشتباه، درس بگیریم. دقیقاً. و انگیزه مثبت. ببینید شکست اینه با صراحت میگم، شکست میتواند شما را به اوج برساند، به اوج موفقیت، که ما از شکست خود درس بگیریم. از شکست ناامید نشید، از شکست درس بگیرید، از شکست پخته تر شوید، از شکست به بالندگی برسید و حتی شکست میتواند که مسیری تازه‌ای را، دری تازه‌ای را برای موفقیت برای ما باز بکند. ولی می شکست میتواند انسان را کاملا به سوی فروپاشی ببرد. همنشینی خوب. ببینید انسان ها معمولا زمانی که شکست میخورد و در جایگاهی قرار میگیرد که دیگر توانایی حرکت ندارد، الله متعال برای همه ما و شما عقل سلیم داده است. ما میتونیم که با دیدن برنامه‌ها، چون این برنامه‌هایی را که شما ترتیب میکنید، تنظیم میکنید، در خدمت جامعه قرار میدهید، این برنامه‌ها برای افرادی است که در همین مقطع زمانی در همین حالت قرار داره. ببینن برای شما رسالتتان است، داره زحمت میکشید چون این برنامه‌های تولید کنید، عزیزان را دعوت میکنید. برای چی؟ برای همین افرادی که در همین انزوای فکری قرار دارند. این برنامه شما میتواند خیلی موثر باشد، خیلی مفید باشد، خیلی تاثیرگذار باشد. همین تجربه هایی که از ما استخراج کردید برای بیننده ها دادید، این میتونه خیلی موثر باشه. بدون شک تجربه است آدمای دیگر را میرساند، تجربه است برای اونها یک چراغی میشه برای اینکه راه درست‌تر بروند، از این تجربه درس بگیرن و بیاموزن. استاد چند سوال دارم، کوتاه سوالا و جوابای کوتاه هم کار داره. در خدمت شما قرار داریم. در زندگی کدامی اینها را انتخاب میکنید و دوست داره انتخاب کنید؟ عشق یا شهرت؟ ببینید، اول که عشق انتخاب میکنم. الحمدلله من ازدواج کردم، همسرم خیلی دوست دارم. مشهور بودن و شهرت داشتن در میان مردم، این میشود یک زحمت بکشی، تلاش بکنی به این جایگاه برسی، ولی آرامش خیلی مهم است. شهرت باشد و همه دنیا تو رو بشناسه، ولی عشق نباشه، آرامش در خانه نباشه، اون لذت نداره زندگی. انتخاب من خانواده، آرامش، عشق و همسر است. پول یا آرامش؟ آرامش بود. پول میه. پول یک مهارت است، میخوای که مهارت اگر پول نباشه آرامش. ما انسان ها طوری هستیم که میتوانیم با زحمت، تلاش و اراده پول را پیدا کنیم. یک مقوله داریم میگم ما پول را پیدا میکنیم، پول ما را پیدا نمیکنه. آرامش باشد بهتر است. برای زندگی کردن کدام یک این کشورها را انتخاب میکنی؟ افغانستان یا پاریس؟ ببینید سوال شما خیلی زیباست. ما صادقانه میخوایم پاسخ بدم. ببین حالا اکثریت این برنامه رو ببینه خب میگه دروغ میگیم، کامنت میذارن میگه شما دروغ میگید، پاریس اگه فردا بیاد شما میرید. ببینید صادقانه میگم افغانستان رو انتخاب میکنم. چرا؟ هر جوان افغان یک رسالت داره که برای کشورش، برای جامعهش و در نخست برای خانواده خودش مفید باشه، اثرگذار باشه، تاثیرگذار باشه. ما مینایست یک جوان افغان، ما که نمیگویم گوینده هستم، نمیگویم استاد انگیزشی هستم، ما فکر کنید که همون ذره‌ای که دیده نمیشود من هستم، کوچکترینشان من هستم. رسالت من این است که برای کشور مفید باشم، برای جوانایی که در کشور زندگی میکند امید دارد، باور دارد، مفیدیت ایجاد بکنم به مو حد و اندازه توان خودم.
پس وطن خود انتخاب میکنم، کشور خود انتخاب میکنم، میخوایم در کشور خود مفید باشم، سازنده باشم، تاثیرگذار باشم و به کشور خود عشق داشته باشم. ولی پاریس هم دوست دارم سیاحت بکنم، چکر برم، سیر فکری داشته باشم و ببینم. سفر را دوست دارم. کشورهای خارجی مثل پاریس را کی دوست نداره برای سیاحت بره؟ ولی انتخاب زندگی افغانستان است. انسانی که همیشه سپاسگزار این هستی حضور داره در کنار شما هست. این سوال شما رو میتونم در چند گزینه پاسخ بدم یا یک گزینه؟ یا میتونم در چند گزینه؟ انسان هایی که سپاسگزارش هستم، اول پدرم است، مادرم است، همسرم است و بهترین دوستم است که کنار من بوده، سهراب جان. دوستان زیادی دارم اونا ناراحت نشن، ولی سهراب کسی بوده که همواره همیشه کنار من بوده و جا داره در این برنامه براشون بگویم. انسانی که قرار نیست فراموش کنید. انسانی که قرار نیست فراموش کنم، انسانی را که شاید که این دیدگاهی مرا همه داشته باشه. من شخصا خودم تنها خیلی چیزای انسان‌های ارزشمندی در زندگی است که انسان نمیتونه رو فراموش کنه، مثل همین دوست، مثل همراه، همسر، فرزند. ولی شخصا خودم احساس دارم کسی را که هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم پدرم است. چرا؟ دوستش دارم خیلی. ما چنین یک تصوری برام آمد که گفتم خدای نکرده کنم. نه، پدر جان من زنده هست و خداوند عمرشان سبز داشته باشم. همیشه مربی خیلی خوبی بوده کنار من. چه چیزی شما را خوشحال می‌سازه؟ چه چیزی مرا خوشحال می‌سازه؟ چیزای زیادی است مرا خوشحال می‌سازه. و مهمتر از همه خواندن کتاب‌های انگیزشی، کتاب‌های مثل انسان در جستجوی معنا. کتاب جالبی است. بله. چه چیزی غمگین می‌سازه شما را؟ این که جوان را ببینم ناامید است. واقعا ناراحت میشم. خیلی هم ناراحت میشم. نمیخوایم که من به این باور هستم چیزی که ناممکن رستم میخوایم به تنهایی خود نه. همه عزیزایی که همسیر فکری من است یا استادای دانشگاه هستن، روانشناسا هستن، گوینده ها هستن، خواهش من این است که همه اینا تلاش بکنن تا همین ناامیدی را حذف کنن.